سلام همراهان عزیز جیکوکالا. امروز براتون قهوه ساز زیگما مدل 744 رو موجود کردیم. عرض کنم خدمتتون همونجور که از ظاهرش پیداست، این قهوه ساز تمام استیل مجهز به مانومتر، سر نازل مجزا به اضافه شیر نازل. این قهوه ساز در بازار توی اوایل شهریور که هستیم تو رنج قیمت بین 4 تا 4 میلیون 700 800 قیمتشه که از نقاط قوت این دستگاه محسوب میشه. توی این رنج قیمتی بهترین نوع دستگاهی که میتونیم خدمتتون معرفی کنیم همین دستگاهی باشه و این دستگاه یکی از پرفروشترین و پرسرچ ترین دستگاهی است که میتونم بگم تو کل دنیا داره فروش میره. میرسیم به معرفی خود این دستگاه. همینجور که از ظاهرش پیداست دارای 3 تا دکمه میباشد: دکمه روشن کردن، دکمه برای درست کردن اسپرسو و دکمه برای فعال کردن نازل برای هات چاکلت، کاپاچینو یا هر نوشیدنی که میخواید میل کنید. این مانومتر که خب قدرت این دستگاه نشون میده که قدرت این دستگاه 850 وات و 20 بار میباشد. دارای بک فیلتر میباشد که بک فیلتر بسیار شیک و با کلاسی براش تهیه کردن، خیلی خوش دسته و دارای 2 بسکته که یکی برای تک شات استفاده میشه و یکی هم برای 2 شات استفاده میشه. با توجه به اینکه پیمانه جداگانه‌ای هم برای اون تهیه شده است و توسط تمپ هم تهیه میتونید باش کار تمپ رو انجام بدید. در ضمانتنامه برای اون تهیه شده است که حالا البته توی ایران این ضمانتنامه‌ها بستگی داره با کدوم شرکت باشه. دفترچه راهنما داره که به زبان اصلی باشه که میتونید راحت از اون استفاده کنید و نکته خیلی حائز اهمیت اون مخزن 1.6 لیتری شفاف اون باشه به اضافه وزن سبک خود دستگاه باشه که خیلی توجه همه رو جلب میکنه که آیا سبک بودن این دستگاه واقعا قهوه خیلی خوبی یا به ما میده یا نه. و ما داخل اون رو باز کردیم، موتور رو همه چک کردیم و ازش قهوه گرفتیم و بسیار بسیار قهوه‌های خیلی خوبی میاد و پیشنهاد ما توی این رنج قیمتی که خدمتتون عرض کردم قهوه ساز 744 با این تیپ خوشگل به اضافه مانومتر که میتونید ازش استفاده کنید و کیفشو ببرید. پاینده باشید.